126 BMW X5. واو خیلی خیلی عالی بود این شتابی که این ماشین داره. تا 370 اسب بخار قدرت داره این انجین. مشتبه قطعش کن. خب دوستان براتون میخوام شتاب این ماشین هم نشون بدم. البته اگه بتونیم اینجا یکم ترافیک داریم. ولی خب یه فرمون خیلی عالی داریم. این ماشین یه تریم همونجور که بهتون گفتم یه تریم ام پکیج هست که انجینش ام نیست و گیربکسش هم ام نیست، ولی خب پکیج ام داره، یعنی که فرمونش ام، رینگاش ام، کالیپراش ام نیست و ساسپنشنش هم ام پکیج هست. یه اسکرین خیلی بزرگ اینجا داریم که تمام منوها اینجا قرار میگیره و با این نابی که اینجا هست میتونید قشنگ نویگیت کنید توی منو، برید اپلیکیشن های BMW رو چک کنید و خب طبعا این اپل کارپلی و اندروید آتو هم داره که خب خیلی راحت تر میتونید تلفنتون رو وصل کنید بهش و خودش هم یه سری اپلیکیشن اسپاتیفای و یوتیوب و اینا هم داره که میتونید راحت باش کار کنید. توی ماشین خیلی خوشگله، خیلی سیمپله، ولی خب مثلا تسلا نیست که هیچی نداشته باشه. هنوز آپشن ها رو داره، هم روی فرمون ماشین هم روی در ماشین. اینجا کلیدا رو میبینید، همین وسط توی این کنسول وسط، ولی خب خیلی هم شلوغ نیست و این خودش خیلی خیلی مهمه، خیلی جالبه، خیلی خوبه. و تورکش هم حدوداً 400 فوت پاوند تورک داره. یه گیربکس به اصطلاح 7 سرعته BMW هم توی این ماشین هست که خیلی گیربکس عالیه از لحاظ کیفیتش و اسموت بودن دنده عوض کردن توی این گیربکس خیلی خوبه. BMW گیربکساش خوبن این جنرال، ولی خب انجیناشه که یک کمی بعضی موقع بعضی مدلاش مشکل داره. اینجا آپشنایی هست که شما میتونید برای گیربکس این ماشین انتخاب کنین که روی حالت اسپورت هست، کامفورت هست و ایکو اکسپورت که خب طبعاً مصرف سوختتون خیلی میاد پایین‌تر روی ایکو اکسپورت. حالا من توی حالت اسپورت اگه بذارم میبینید که اصلا تم این مانیتورایی که اینجا هم هست عوض میشه و خب ماشین اصلا میشه یه هیولا. واو خیلی خوب بود. BMW واقعا از لحاظ سیستم ترمز و بریکینگ پاور خیلی خوبه ماشیناش و در کل ماشینای آلمانی از لحاظ هندلینگشون، از لحاظ کیفیت به اصطلاح کمکاشون و کمک بندی یا ساسپنشن این ماشینا خیلی ماشینای خوبی هن. اصلا قابل مقایسه با هیچ ماشین مثلا ژاپنی یا حتی آمریکایی نمیشه کردشون. این بیرون ماشینه با این رینگای بزرگش که همونجور که خدمتتون عرض کردم این یه دونه رینگا هم ام پکیج هستن. 21 اینچ سایز این رینگا هست با این کالیپرای، اینا ام نیستن کالیپراش ولی خب معمولی هن، یعنی مال خود BMW هستن. اینجا هم عقب این ماشینه که یه صندلیای خیلی خوبی داره با یه کیفیت خیلی خوب که شما اینجا میتونید ببینید. اینجا هم یه USB-C گذاشتن که برای چارج کردن تلفنتون و میتونید اینجا یه ماونت بذارید که بتونید یه نمایشگر داشته باشین برای کسایی که عقب میشینن. قسمت عقب ماشین به این شکله که میبینید و بسیار جادار این پشت، واقعا فضای بسیار بزرگی داره که میتونید راحت وسایل‌ها رو اینجا بذارید و این زیرم که خب دیگه چون اینا زاپاس ندارن باز یه فضای بزرگی دارین. عقبش هم که با این دکمه بسته میشه. از این ور این هم قسمت
صندلی کنار راننده و این چرم و این دیزاین خیلی خوشگل که توی این صندلی هست. صندلی بسیار راحتیه با تنظیمات بسیار مختلف که شما میتونید توی جهات مختلف این صندلی رو تنظیم کنید و این چراغ یا این دیزاینی که خدمتتون عرض کردم این کاملا خوشگل و به صورت آبی هست. یه دونه پانورامیک سانروف داریم اینجا که به این طریق کنترل میشه. الان ما شیدشو داریم میبندیم و خیلی بزرگ و تا ته قشنگ کسایی که عقب میشینن هم میتونن از این ویو استفاده کنن. من دوباره براتون باز میکنم اینو که ببینید. خود سانروف رو باز نمیکنم به خاطر که خیلی هوا بادیه و کیفیت صدا میاد پایین. همینجور که میبینید این ماشین خیلی بزرگ و جاباز هست و جادار. خب ما این ماشین رو اینجا به این صورت روشن میکنیم دوباره برای کسایی که مثلا این مسافر دارن توی عقب، مثل خیلی از ماشین‌های جدید اینجا بهتون نشون میده که کیا کمربندشون رو بستن و کیا نبستن. الان فقط راننده است که ثبت شده و بسته و عقب هیچ کسی کمربندش رو نبسته.